نیروگاه برقی آبی روغون یکی از نیروگاه‌های عظیم عصر به حساب می‌رود که با زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار در این نیروگاه به طور شبانه روزی جریان دارد. با مقصد شناسایی رفت کار و پیکار افراد وطن دوست بخصوص جوانمردانی که در انشاءات عظیم استراتژی کشور سهم ارزشمند دارند و پیوسته زیر نظر و مورد غمخواری و دستگیری رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند، مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه ساکنان شرفمند ناحیه نیز به این نیروگاه سفر کاری انجام دادند. تشبث کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه با کاروان نقلیاتی که عبارت از انواع گوناگون مواد غذایی بودند به شهر روغون رهسپار کرده شد. عملیگردانی تدبیر روی کار گرفته ساکنان شرفمند ناحیه واسه کل کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون را شاد و مسرور کرده روحیه مهنت دوستی آنها را بلند خواهد نمود. از تاکیدهای پیشوای ملت برمی آید که نیروگاه برقی آبی روغون انشاءات تقدیرساز عامل باز هم بلند گردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان تاجیکستان می باشد. آغاز فعالیت نیروگاه مهمترین رویداد تاریخی دولتداری خلق تاجیک است که و آن در سالنامه تاریخی با حرفهای زرین ثبت خواهد شد، زیرا نیروگاه برقی از جهت اکولوژی تازه استحصال شده طلبات تاجیکستان را با نیروی برق پوره قانع نموده به رشد اقتصادی ملی کشور تکان جدی خواهد بخشید. در رفت سفر نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه واسه از روند کارهای ساختمانی نیروگاه برقی آبی روغون از نزدیک دیده نمودند. طوری معلوم گردید هزاران متخصصان به خاطر سری وقت و با صفت انجام دادن کارهای ساختمانی با غرور تاجیکانه شب و روز در قطعه‌های معین گردیده زحمت کشیده ایستادند. آنها خوب درک می‌نمایند که بنیاد روغون به آینده درخشان ملت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این از آن گواهی می‌دهد که خلق شریف تاجیکستان در اطراف سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان متحد بوده به خاطر درخشانی وطن و زندگی شایسته نسل‌های میانبرده کمر همت بستند. با اطلاع مسئولین روند کارهای سازندگی در همه قطعه‌های ساختمانی از طرف شخصان مسئول نظارت گردیده کارهای ساختمانی مطابق معیارهای جهانی براهمانده شده است. 10-12 سال است که در همین نیروگاه کار میکنیم. کوشش میکنیم که این انشاءات عصر را تیزترک به انجام رسانیم. میخواهیم که سهم خود را در نیروگاه برقی آبی روغون گذاریم. فعالیت و زحمت‌های شبانه روزی در این انشاءات بزرگ عصر برای هر فرد وطن دوست، کارگران، متخصصان و مهندسان مایه افتخار و شرف است، زیرا آنها در انشاءات کار می‌کنند که سرنوشت و رشد ملت و دولت به آنها وابستگی عمیق دارد. 17 سال باز در این نیروگاه برقی آبی انشاءات عصر کار فعالیت می‌کنیم. در نقب‌ها هم کار کردیم، در بیرون هم کار کردیم. در نقب‌هایی که آب میره در آنجا کار فعالیت کرده ایستادیم. پیش از این من در نیروگاه برقی سنگتوده 3 سال کار کردیم، اونجا به انجام رسوندیم. از آنجا ما 2008 سال به روغون آمدیم. نیروگاه برقی آبی روغون از انشاءات کلانترین هیدروانرژتیکی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته آن در آینده رشد و نموی تمام ساحه‌های مهم خواجگی خلق مملکت را تامین می‌سازد. همین طور با دیدن جریان کار از همه منطقه نیروگاه برقی آبی روغون به خود کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی یک تصورات بلند برداشت نمودند.